روز گذشته بحثی رو شروع کردیم، مرحله سوم از مباحث مربوط به اجتهاد با آن معدات اجتهاد بود، یعنی علوم و دانش‌هایی که با تحصیل این علوم و دانش‌ها مجتهد توان استنباط حکم شرعی رو پیدا می‌کند و بدون اینها اون ملکه اجتهاد برای مجتهد حاصل نمی شود. در پایان درس دیروز عرض کردیم ما در 3 مرحله این معدات و دانش‌ها رو پی می‌گیریم. مرحله اول معدات و دانش‌های لازم برای استنباط حکم شرعی در جایی که منبع استنباط ما کتاب و سنت باشه. یعنی اگر مجتهدی که بخواد از کتاب و سنت حکم شرعی رو استنباط بکند، این بالبداهه ممکن نیست. باید علوم مقدماتی رو تحصیل بکند تا به واسطه اون مقدمات این توان براش حاصل بشه که از 2 منبع اصلی استنباط یعنی قرآن و سنت حکم شرعی رو استنباط بکند. و الا ابتدا به ساکن ممکن نیست کسی به سراغ قرآن بره، به سراغ روایات بره و بتونه از این 2 منبع حکم شرعی رو استنباط بکنه. یه پیش نیازهایی لازمه. از اون پیش نیازهای مربوط به قرآن و حدیث تعبیر بکنیم به معدات. حالا در رابطه با قرآن و سنت که 2 متن و 2 منبع مکتوبه، بله، قرآن و سنت 2 منبع مکتوب می باشند که به دست ما رسیده است. از 2 جهت ما یک علوم مقدمی لازم داریم. الف، علوم و معداتی که به مجتهد کمک می‌کند صدور این 2 منبع را از سوی شارع احراز بکند. به تعبیر دیگر ما یک سری علوم و دانش‌هایی نیاز داریم که به ما کمک می‌کند سندیت این 2 منبع را برای ما اثبات بکنه. بله، این سنت که به دست من رسیده، از کجا بفهمم که سنت است؟ از کجا بفهمم که این روایت صدر عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، صدر عن معصوم؟ خب ما یک سری علومی میخواییم که ما رو نسبت به سندیت این 2 مطلب برای ما اثبات بکنه. ببینید یه عده در رابطه با این که آیا قرآن کلام الهی است یا قرآن کلام الهی نیست. خدای متعال در قرآن آیاتی را میارد که از سوی خدا بودن این کلام، بله، سخن میگوید، اثبات میکنه. آیه میگه اگر این قرآن از غیر خدا بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بله، چون در کلام بشری، بشر عادی، بین صدر و ذیل سخنش گاهی اوقات تناقض به وجود میاد. یک متکلم عادی در یک سخنرانی 1 ساعته شاید چند تا تناقض تو صحبتش پیدا بشه.
اما قرآن میفرماد از اول قرآن تا آخر قرآن رو شما مطالعه بکنید، یک اختلاف و یک تناقض در این کتاب پیدا نمی کنید. خب همچنین در باب سنت ما نمیتونیم و مجاز نیستیم هر چیزی که به عنوان روایت به دست ما اومد این رو مقدس بشماریم و از محتوای اون روایت بخوایم حکم شرعی رو استنباط بکنیم. نه، اول باید برای ما اثبات بشه که این سنت است، بعد برویم به سراغ دلالتش و حکم شرعی رو از دلالتش بفهمیم. پس سندیت، اثبات سندیت این دو متن مهم مکتوب نیاز به یک مقدمات داره، نیاز به یک دانش‌هایی دارد، خصوصا سندیت روایات. انشاءالله به وقتش برسه. پیغمبر فرمود که صلوات الله و سلام علیه فرمود هر چیزی به نام حدیث از من به شما رسید اینو قبول نکنید، چون بعد از من وزاعینی پیدا می شوند، جائلینی پیدا می شوند که به نام من پیغمبر روایت جعل می کنند. بله؟ بعد فرمود که میزان به دست ما داده که هر چیزی به نام روایت اومده قبول نکنید. معیار شما باید قرآن باشه. این روایات رو عرضه بر قرآن بکنید. اگر موافق قرآن بود ما گفتیم، اما اگر مخالف قرآن بود فضربوه علی جدار داریم. خب پس ما یک سری دانش‌هایی لازم داریم که بیاد سندیت این دو متن مکتوب ارزشمند رو برای ما اثبات بکنه. یا این دیروز گفتیم برای قرآن که دیگه قطعی صدور و سند داریم از به سبب ادله میگه قطعی صدوره. دقت فرمودید؟ اگر شما اون ادله رو نداشته باشید، اون دانش رو نداشته باشید، همین الان دانشمندان معاصر برخیا پیدا میشن میگه قرآن کلام الهی نیست. خیلی تنزل میکنن، میگن محتوا از خداست اما لفظ از پیغمبره. شما در برابر این شبهات باید پاسخ بدید، ثابت بکنید که نه، قرآن کلام الهی است. خب آیا نیاز به دانش دارید یا ندارید؟ بله؟ پس بنابراین شبهاتی که حتی امروزه وجود دارد که قرآن کلام الهی نیست، شما نیاز دارید به دانش‌هایی که به کمک اون علوم و دانش اثبات بکنید که قرآن کلام الهی است. و در بخش سنت نیاز به دانش‌هایی دارید که کمک بکنه به شما در اثبات سندیت سنت. از این یک منظر دوم، ما نیاز به معدات و علومی داریم که به ما کمک کند در کیفیت دلالت این دو منبع. آیا همین گرفتی مطلب رو؟ پس ما هم از بعد سندیت این دو منبع نیاز به دانش داریم، علوم داریم، معدات داریم، مقدمات داریم، و هم از جهت کیفیت دلالت ما نیاز به معدات داریم. خب بارها شنیدید اقیم الصلاة. شما یه فقیه میخواید از این آیه استدلال بکنید بر وجوب نماز. چجوری میخواید استدلال کنید؟ آیا نیاز به معدات داریم یا نداریم؟ بله، از جمله علوم مقدماتیش همون مباحثی است که در اصول خوندیم. اقیمو فعل امر است،
فعل ام ظهور در وجوب دارد، اقیمو ظهور در وجوب داره. خب این استدلال رو شما چجوری آموختید؟ به کمک مباحثی که در علم اصول شده است. درست شد؟ پس بنابراین اگر فقیهی از مباحث اصولی دستش کوتاه باشه نمیتواند به راحتی از این آیه وجوب نماز رو استنباط بکنه. پس ما از دو بعد نسبت به قرآن و حدیث نیاز به علوم مقدماتی داریم، هم از جهت اثبات سندیت و هم از جهت کیفیت دلالت. ما نیاز به علوم مقدماتی داریم، ولی فعلا بحث ما روی جهت دومه. بله، جهت دومه. یعنی اگر فقیهی بخواهد از قرآن و سنت احکام شرعی رو استنباط بکند به چه علومی نیاز دارد؟ به حضور شما عارضم یک مقدمه ای را من ذکر بکنم، بعد از ذکر مقدمه وارد علوم پیش نیاز برای استفاده کردن از معارف قرآن و سنت برای استنباط حکم شرعی. این مقدمه این است. دوستانی که میخوان یادداشت بفرمایند این است که هر زبانی که در دنیا جعل و اختراع میشه ابزاری هستند برای انتقال مفاهیم از سوی جاعل این زبانها به اذهان مخاطب. بله، پس زبان و الفاظ جنبه ابزاری دارند، تأصلی در زبان وجود ندارد. اونی که اصله کیه؟ معناست. درست شد؟ پس جاعل این الفاظ، جاعل یک زبان، هدفش از جعل و اختراع این زبان و الفاظ چیه؟ میخواد اون معانی که در ذهن خودش داره این معانی را به کمک الفاظ بفرمایید به دیگری برساند. درست شد؟ چی میخوام از این مقدمه نتیجه بگیریم؟ نتیجه‌ای که میخوام بگیریم از این مقدمه این است که قرآن و سنت هم مکتوب هستند برای ما. اینها دارای الفاظی هستند، قرآن و سنت، که به کمک اینها ما میخواییم بفرمایید به معانی این الفاظ برسیم. خدای متعال از این آیه چی را قصد کرده؟ اقیموس صلات. این لفظ اقیمو و الصلات ابزاری هستند که ما رو میخوان به اون معانی که خدای متعال از این الفاظ قصد کرده ما رو به اون معانی برسانند. و همچنین در باب سنت. پس این یک نکته مهمه که الفاظ جنبه ابزاری دارن، تأصل در اونها وجود ندارن. اینا یک قالب هستن که در درون این قالب معانی قرار دارن، اون معانی که مقصود متکلمه. خب ما میخوایم به واسطه این الفاظ پی ببریم به همون معنا. بعد شخص فقیه میگه این معنایی که من از این آیه برداشت کردم مراد خدای تبارک و تعالی است. این معنایی که من از این روایت استخراج کردم بله همین مراد معصوم سلام الله علیه می باشد. خب این یک مقدمه.
پس مقدمه چی شد؟ الفاظ، زبان ابزاری هستند که جاعل این زبان و الفاظ اینها را ابزاری قرار داده برای اینکه معانی که اراده کرده به مخاطب خودش بفرمایید، منتقل بکنه. حالا این زبان گاهی اوقات میتوند زبان گفتاری باشه، گاهی اوقات میتونه زبان نوشتاری باشه، گاهی اوقات میتونه زبان اشاری باشه. شما تو جاده میرید، این تابلوهایی که نصب شده از طرف راهنمایی و رانندگی، بله، این آقای مسئول راهنمایی رانندگی جاده ها یک سری اهدافی رو، معانی تو ذهنش هست که میخواد به این راننده اون معانی در ذهن خودش رو برسونه، لذا تابلو نصب میکنه، کج میکنه، یعنی جاده داره به سمت راست میره یا به سمت چپ میره. گاهی اوقات این جاده باریک میشه، جاده پهن، میخواد بگه جاده داره یک طرفه میشه. عنایت فرمودید؟ پس جناب صاحب زبان معانی در ذهن داره، میخواد این معانی را به مخاطب القا بکنه، از ابزاری به نام زبان استفاده میکنه، از الفاظ استفاده میکنه. این یک مقدمه دیگر. منظور این مقدمه دوم را خوبم دقت بکنیم، بعد ببینیم که این علوم مقدماتی چه کار میخوام بکنن در فهم آیات و روایات. مقدمه دوم این است که در هر زبانی غیر از وضع الفاظ برای رسیدن به معانی یک قواعد خاصی هم بله وجود داره که با بکار بستن اون قواعد شما می توانید به مراد اون جاعل زبان و کلمات پی ببرید. درست شد؟ اگر من اون قواعد را به کار نبندم، صرف بفرمایید اون زبان، صرف اون الفاظ شما را به مراد گوینده اون زبان نمیرسونه. اینم مقدمه دوم. پس زبان جنبه‌ای چی داره؟ ابزاری داره که ما را به مراد جاعل برسونه. دو، این الفاظ و زبان به تنهایی کافی نیست، دارای یک سری قواعدی است که رعایت اون قواعد باعث می شود که بله به مراد متکلم برسید. من اینجا مثالی زدم. شما یک لفظی دارید به نام زید، دقت کردید؟ حالا میخوای به این زید چه حالاتی داره؟ یک کلمه هم دارید مثل ذهبه، جداگانه جاعل آمده، یک کلمه وضع کرده به نام ذهبه، یک کلمه هم وضع کرده، لفظی وضع کرده به نام زید. اینا اگه پراکنده باشن شما به یک مطلبی نمیرسید. اما اگه این دوتا رو کنار هم بگذارید میشم اون قواعد. میگید ذهب زیدون، میگه ذهب فعل، زید فاعل. همین زید رو با رأیتو اگر بیاری چی میگی؟ رأیتو زیدن. اگر مررتو بیاری میگه مررتو به زیدن. پس ذهب زیدون یه معنا داد، زید رفت. رأیتو زیدن، زید را دیدم. مررتو به زیدن، عبور کردم از کنار زید. دقت شده؟ پس الان ترکیب این کلمات
و رعایت قواعد هم باید در رسیدن به اون معانی مورد نظر اون جائل مراعات بشه. دقت نمودید؟ لذا بعضی از این وعاظ محترم گاهی اوقات میرن منبر میگن قال رسول الله. بله، قال رسول الله، یا میگن قال رسول الله. خب بابا چرا ترکیب رعایت نمی کنی؟ قال فعل، رسول الله فاعل میشه. بعد قال رسول الله هم نمیگن، قال رسول الله. دقیقا این رسول اضافه شده به الله، الله مضاف الیه، یعنی این قواعد را رعایت نمی کنن. این نکته دوم که اگر میخواهیم به معانی الفاظ یک زبان پی ببریم، عرض کردم چه زبان گفتاری چه زبان نوشتاری پی ببریم، در درجه نخست باید از الفاظ اون زبان استفاده بکنیم به عنوان ابزار، و در مرحله بعد بفرمایید قواعدی که در اون زبان هست اون قواعد را هم باید رعایت بکنیم تا بتوانیم خدمتتون عرض کنیم به اون معانی مورد نظر خدمتتون عرض کنیم که برسیم. خب اذا عرفتم هاتین المقدمتین، این دو تا مقدمه رو توجه کردیم، میخوام این نکته بگیم. قرآن کلام عربی است، سنت هم زبان عربی است. کسی که میخواد مقصود خدای متعال و مقصود پیامبر و معصومین علیهم السلام رو متوجه بشه باید توجه به این دوتا مقدمه داشته باشد. هم الفاظ عربی را بداند به عنوان ابزار و هم قواعد استعمال را هم بداند. درست شد؟ خدمت با سعادتتون عرض کنم، سوال میخوام مطرح بکنیم، آرام آرام میخوایم وارد بحث بشیم. سوال اینه: دانشی که ما را دانشی که ما را به فهم معانی قرآن و سنت میرساند و متکفل اون دو مطلب است. متکفل کدام مطلب؟ هم شناخت کلمات و زبان و هم شناخت قواعد. میتواند به ما کمک کند چه دانشی است؟ لغت عربی و قواعد. باز دانشی که به ما کمک بکند، هم الفاظ عربی رو به ما کمک کنه بشناسیم کدام اسم، کدام فعل، کدام حرفه، و هم قواعد به کار بستن این الفاظ رو هم به دست ما بده. ما یک کلمه میگیم ادبیات عرب. دقت کردید؟ پس جواب شد ادبیات عرب. درست شد؟ منتهای این ادبیات عرب رو یادداشت بکنید، شامل 3 علم میشه خودش: 1 لغت، 2 صرف، 3 نحو. اینا شده است. بلاغت بعدم میگیم، اون در فصاحت و بلاغت، در زیبایی و چینش کلام نقش دارن. دقت کردید؟ اما اونی که ما را به معانی این کلمات کمک میکنه، دقت کردید؟ به معانی این کلمات کمک، گاهی اوقات به معانی جملات کمک میکنه. خب گاهی اوقات جمله داریم جمله ناقصه، گاهی اوقات جمله کامله. آیا میشود ما از جمله ناقص مراد متکلم رو به دست بیاریم؟
به یه بنده خدا گفتن که چرا نماز نمیخوانی؟ گفت لقول الله تبارک و تعالی ولا تقربوا الصلاة ولا تقربوا الصلاة. خب الان بله لا تقربوا الصلاة یه جمله است اما یه جمله ناقصه. فرمود و انتم سکارا. درست شده؟ خب از کجا بفهمیم و انتم سکارا مربوط لا تقربوا الصلاة؟ کسی که قواعد عربی دستش باشه میگه این واو حالیه است و انتم سکارا. دقیقیم انتم مبتدا سکارا خبر، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خب چی میتونیم برداشت بکنیم؟ میگه در حالی که مستی مشغول نماز نشو، کسی که قواعد عربی دستش باشه. پس دانشی که ما را به این دو منظور هم آشنایی با الفاظ باشیم، الفاظی که ابزار برای معانی هستند، دو دانشی که قواعد به کار بستن این الفاظ را به ما بیاموزد، دانشی است به نام بله ادبیات عرب که زیر شاخه‌هاش هم 3 چیز گفتیم هست: لغت، صرف و نحو. خب انشاءالله امروز وارد میشیم به اولین دانش ادبی که ما را کمک میکند در فهم درست معانی قرآن و روایات، مسئله لغت است. خدمتتون عرض کنم که نسبت به علم لغت ما چند تا نکته داریم. نکته اول، خب گوش کنید، اولین نکته اینه که شخص فقیه باید اخذ مبنا بکند در رابطه با قول لغوی. دوستان بحث رو درست وارد بشیم، خوب تحلیل بکن، خوب برای ما حذف بشه. کدام فقیه میتواند از علم اللغت در فهم معانی قرآن و سنت استفاده بکند و کدام فقیه نمیتوند؟ این برمیگردی که مبنای خودش رو در علم اصول نسبت به قول لغوی چه کنه؟ روشن بکنه که آیا قول لغوی از باب ظن خاص حجت هست یا قول لغوی از باب ظن خاص حجت نیست. درست شد؟ پس اولین شرط برای استفاده کردن از علم اللغت برای فهم معانی آیات و روایات، شرطش اینه که مبنای توی مجتهد در علم اصول اینه که قول لغوی از باب ظن خاصیه، حجته. اما فقیهی که نظرش اینه قول اهل لغت از باب ظن خاص بفرمایید حجت نمی باشد. آیا این فقیه میتونه از علم و لغت در فهم آیات و روایات استفاده کنه؟ بله؟ نه. چرا؟ میگه شما از ابزاری میخواد استفاده بکنی که خودت به ابزار بودنش اعتقاد نداری، به حجیت او اعتقاد نداری. خب این یک نکته که اخذ مبناست. یا این خود اصلا دانستن خود لغت یک چیزه و بعد مبنا اخذ کردن یک چیز دیگر است. ما از کردیم اگر مثلا ما از کردیم که لغت یه ابزاره تا ما را به معنا برسه. دو، لغت پراکندنه، گاهی خود قواعد این لغت رو هم ما باید رعایت کنیم. با حفظ این دو مقدمه آیا شما لغت رو اصلا قبول دارید یا ندارید؟ لغت رو به عنوان دلیل شرعی و حجت شرعی قبول داری یا نداری؟
مثلا در باب خبر واحد شما در اصول چه میگید؟ آیا خبر واحد از باب ظن خاص حجت یا حجت نیست؟ فقیهی که خبر واحد رو از باب ظن خاص حجت نمیدونه، آیا میتونه در استنباط حکم شرعی به خبر واحد عمل کنه؟ میگیم این رفتار شما با مبنای شما سازگار نیست. مبنای شما این که خبر واحد حجت نمی باشه. خب چرا در مقام عمل دارید؟ چنانچه گاهی اوقات به برخی از آقایون اشکال میشه، مثلا تو اصول که میرسن میگن شهرت فتوایی حجت نیست. تو مقام فتوا که میرسن جرأت مخالفت با شهرت فتوایی رو ندارن، میگن آقا این عمل شما با اون مبنای شما سازگار نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی به این کفایت اغسال مسنونه به مستحبی از وضو که میرسه، بله یا خبر واحد داریم صحیح است سند تحت عنوان ایل وضو انقا من الغسل، چه وضوعی پاکیزی تر از چیه؟ غسله. بعد ایشون میگه روایت از سند که درسته، الغسلم الف لام جنسه، یعنی هر غسل چه واجب چه مستحب. بعد بر اساس همین فتوا میدی که غسل مندوبه کفایت از چی میکنه؟ وضو میکنه. بعد همونجا میگه گرچه این فتوا و این عمل به مفاد این روایت خلاف شهرتی چیه؟ فتواییه، چون غالب فقهای ما فقط غسل جنابت رو مکفی از وضو میدونن، حتی بقیه اغسال واجبه رو هم. خب ببین جرأت میخواد فقیه در اصول یه مبنایی رو اخذ بکنه بگه آقا شهرت فتوایی حجت نیست، در مقام فتوا هم بر این مبنای خودش عمل میکنه. پس اولین مسئله در باب لغت چی شده؟ اخذ مبنا، بله، در اصوله. در باب حجیت قول لغوی یا عدم حجیت قول لغوی. دقت فرمودید؟ پس بنابراین این یک نکته دومی که میخوایم در باب کتاب لغوی عرض بکنیم آن است که کتب لغوی دو دسته میشوند. یک سری کتب لغوی هستند که به عصر معصوم نزدیکترند، بله، به عصر معصوم نزدیکترند. اما یک سری کتب لغت داریم که متأخر از عصر معصوم هستند. خب فقیه در مراجعه به اهل لغت باید به کدام کتب لغوی مراجعه کنه؟ اونی که به عصر معصوم نزدیک داره. یه نکته داخل پرانتز عرض می‌کنم. کتب لغت به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی از کتب لغت هستند که فقط موارد استعمال را جمع کردن، کار به معنای حقیقی و مجازی بفرمایید ندارن. اما برخی کتب لغوی هستند که نه، آمدن معانی لغوی را ذکر کردن که کدام معنا حقیقی است، کدام معنا چیه؟ بفرمایید مجازی است. خب الان فقیه هم میخواد به کتب لغوی مراجعه کند، باید به کتب لغوی مراجعه کند که نزدیک به عصر معصوم می باشد و به اون دسته از کتب لغوی مراجعه بکند در صدد بیان بفرمایید معانی این لغات باشد، اونم معانی لغوی. و اگری وقتی میخواد مجازی رو بیان بکند یک قرینه هم میاره که این معنا معنای مجازی است. اینو یادداشت بفرمایید. بفرمایید. سلام. استاد دلیل بر حجیت قول لغوی همون سیره اوغلا و یعقوب عقل نیست، مگه این درس بردار نیست که شما این درس قائل شدید؟ مثلا
اینجا وجهیت داره اینجا وجهیت نداره. بله، شما یک مراجعی به رسائل مرحوم شیخ بفرمایید، اونجا یه بحث مبنایی مطرح میکنن. بسیاری از آقایون قول لغوی رو حجت نمیدونن از باب ظن خاص، نهایت میگن اینها رو به عنوان مؤید میتوانیم استفاده بکنیم. این عرض کردم دو قول مهم در علم اصول نسبت به قول لغوی وجود دارد که قول لغوی از باب ظن خاص حجت، از باب رجوع جاهل به عالم ما میتوانیم از قول لغوی استفاده بکنیم. یه عده میگن نه، ما این کتب لغوی رو مراجعه میکنیم، اینا فقط موارد استعمال رو جمع کردن، معنای حقیقی از مجازی رو بیان نکردن. این بستگی دارد که مبنای یک فقیه در مباحث ظن خاص نسبت به علم اللغه موضع خودش رو مشخص بکنه. اما این نکته که آیا داریم که اهل لغتی زحمت کشیدن معانی حقیقی و مجازی را در کتاب لغت خودشون آورده باشن، در نتیجه اون کتاب لغتش بسیار ارزشمنده، به فقیه کمک میکند که از این کتاب لغوی استفاده کند برای کشف معنا. گفتم اینو یادداشت بفرمایید. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 6 صفحه 4 در باره کتاب اساس البلاغه نوشته موسی جارالله زمخشری اینجور میگه که جناب زمخشری بین الحقیقت من المجاز فی الفاظ المستعمله. بین الحقیقت من المجاز فی الفاظ المستعمله افرادن او ترکیبا، چه لفظ به صورت جداگانه مفرد آورده باشه یا به صورت ترکیب و جمله آورده باشه. جناب آقای ابن حجر عسقلانی نسبت به اساس البلاغه زمخشری داره این شهادت میده که ایشون فقط موارد استعمال رو جمع نکرده، کار نداشته باشه که این لفظ معنای حقیقیه یا معنای مجازیه. میفهمد بین الحقیقت من المجاز، میگه این معانی حقیقی این الفاظ کدامه، معانی مجازی کدامه. خب کسی که در مسیر اجتهاده بله استاد همون موارد استعمال رو بیان کرده باشه حل و حقیقت رو یعنی جاری میکنه، اصلا تو حقیقت جاری نمیشه. مثلا اینجا هم تو حقیقت بکنیم چی رو؟ همون موارد استعمال رو بیان کرده باشن. نه چون تو اصول شیخنا در اصول باز ملاحظه کردی استعمال اعم از حقیقت و مجاز می باشه. بحث استعمال نه اصلا نمیتونه. از کردم چون اصل اولیه در استعمال اعم از حقیقت و مجازه. اگر شما گفته باشید اصل در استعمال حقیقت، در مواردی که شک کردیم میگیم حقیقت، اما وقتی میگم قاعده اولیه این است که الاصل فی الاستعمال الاعم من الحقیقت و المجاز، با بودن چنین قاعده ای شما دیگه نمیتونید در موارد شک بگین اصل اینه که حقیقت. ما میگیم اصل در استعمال، قاعده در استعمال اعم از حقیقت و مجاز میباشه. پس بنابراین اهل لغتی که کتابی نوشته فقط اومد موارد استعمال رو بیان کرده،
و استعمال هم اهم از حقیقت و مجاز می باشد. استفاده کردن از چنین کتاب لغتی برای کشف معانی آیات و روایت کار سختیه، مگر قرائنی در کار باشه. به کمک اون قرائن ما بتوانیم معنای لغت رو به دست بیاریم. اما به خلاف کتابی مثل اساس البلاغه جناب زمخشری که جناب ابن حجر اسقلانی چی میگه؟ بین الحقیقت من المجاز. جناب زمخشری فقط تو اساس البلاغه نیومد موارد استعمال ذکر کنه، اومد که این استعمال حقیقیه، این استعمال مجازیه. خب قطعاً فقیه وقتی مراجعه میکنه به چنین کتاب لغتی اطمینانش به این کتاب بیشتره و به راحتی میتواند معانی الفاظ رو به دست بیاره. اما اون دسته از کتب لغتی که موارد استعمال رو فقط ذکر کرده، نه، فقیه به راحتی نمیتواند معانی الفاظ رو از این کتب لغت به دست بیاره مگر به کمک شواهد و قرائن دیگر. خب اگر اجازه بفرمایید من برخی از کتب لغتی که به عصر معصوم نزدیک بودن و اطمینان آور هستن رو خدمت شما صرفا معرفی بکنم. اول کتاب اصلاح المنطق مال جناب ابن سکیت رضوان الله تعالی علیه، متوفای 244، بله، نیمه قرن سوم. دو، العین نوشته خلیل ابن احمد فرایدی، متوفای 170 قمری. 3، جمهرة اللغة، جمهرة اللغة ابن درید، متوفای 321. 4، المجمل فی اللغة، المجمل فی اللغة. 5، معجم مقاییس اللغة، معجم مقاییس اللغة. این دوتا کتاب بله مال ابوالحسین احمد ابن فارس ابن زکریا هست. گاهی خود خیلی مختصر میکنن میگن مال ابن فارس، بله، ولی نام کامل شینه ابوالحسین احمد ابن فارس ابن زکریا، متوفای 395. 6، المحکم والمحیط الاعظم، المحکم والمحیط الاعظم فی اللغة، علی ابن اسماعیل ابن سیده، علی ابن اسماعیل ابن سیده، متوفای 458. این چند تا کتابی است عنوان نمونه که به عصر معصوم یه مقداری نزدیکترن. فقیه میتواند در کشف معانی الفاظ به این کتب مراجعه بکنه. نسبت به این کتابی که فرمودید مخاطب نزدیک بودن با عصر معصوم چی داره؟ یعنی بخاطر اینکه ابن عرب باشه، هم به عصر معصوم نزدیکن، هم معانی حقیقت و مجاز.
دو تا تذکر مهم. بله شما فرمودید یعنی اطمینان اول باشه، اگر اطمینان اول باشه دیگه لازم نیست که نزدیک به اصل معصوم باشه. بله ما گفتیم که هر کدوم به اصل معصوم باشه بهتر است نسبت به کتاب لغتی که از اصل معصوم فاصله داشته باشه. دو تا تذکر مهم در بحث لغت باقی مونده، انشاءالله فردا عرض میکنیم. پرونده بحث نقش لغت، بله، به عنوان دانش مقدمی برای فهم درست معانی قرآن و سنت. این دو تا تذکر رو انشاءالله فردا عرض بکنیم. وارد دو دانش دیگر در بحث ادبیات میشیم، صرف و نحو. ببینیم اینها چه نقش و جایگاهی دارند در فهم درست معانی آیات و روایات. این چند تا نکته‌ای که امروز در باب لغت عرض کردیم انشاءالله مد نظر دوستان باشه که هر کتاب لغوی انشاءالله اون تذکر دوم که فردا می‌کنیم